و روحیه بچه‌ها رو برداشتن لازم فقط باید کرد. برادرها، آخر ما تعییناتی مخصوصه. تا آمدن کمک ایلاوی باید دقت کنید. از جا به جا نشوید. استوار باشد بچه‌ها. دانسته باشد که خدا با ماست. تو اینجا باش شاهین. من به پیش حرکت می‌کنم. بردار سرت را وطن فروش نمایان شب قاتل مخدومان رویت را نشان ده خواهی نشان ده که نمایان شب قاتل بردار سرت را نشانی آنها نشوید. بچه‌ها در راهند. دقت کنید. تو با تیریزه کپوت. هستی هجوم اول رو پشت سر کردن. اگر بازداری آیند دشوارتر میشد یا برگردید. نه تو همش رو نکشید پس نگردید. اگر یاری آید تو آماده است. یک نشانگری واحد با 5 نفری دیگر اومده. چیکار نکنیم یا برگردیم؟ از جایشان نبودند. حمله ناگهانی آنها را به فکرم سرنگون می‌سازد. فهمو، لیکن بینا چی؟ با ماشین مادهی ترکنده نکنید. فدایی آماده کنید. امینی؟ زود باش. بعد از ماشین پریده و صفتان همراه شد. در تاریخ هم تو قهرمانی این دعوا ثبت میکنه. در برداشته باش ما یاریدی همین خوب تنیس مگر. اینا همش فرزندان تو رو فریب میدن. آنها رو گرسنه نمیگذارند. آیندهشان رو برباد میدن. حتی به قتل میرسانند.
اسبابوی آینده فرزندانت سوار شو و سوی آنها بیرو و پیش زود باش فرزندانم باید آنها رو ببینم. ماشین من شد بچه ها به هر طرف پراکنده شوید پراکنده شوید زودتر زود باشید بچه ها زودتر بورید همه‌تون از شما نفرت دارم. قاتل فرزندانی ما. ای ابله مایم کفیل سلامتی فرزندانت خود رو نترکن احمق چند بار گفتم برای انتحار آدمانی آیله‌دار را نآورید. آنها همیشه در فکر آیله‌شان در وقتی کار تپا می‌نشینند. فرانید آتش باید ماشین بیدار کرد. فرانید آتش ملکه حسن جون فرازه شده تو خوب هستی ملیکا. من خوب هستم شکر که تو رو بازد بار دیگر دیدم. صحت و سلامتی. اکنون میرم هم به ارمان میبینم. در این دنیا و اون دنیا یک جایه حسن جانم قوت همون باقی تا ابد بمب رو به ضرر میکنه. ایست اداره کردن نمیتوان. وقت نهایت کم است. باید سلاحی آنها رو بردید خودی آنها استفاده کنید. بایدش من رفتم. نه در رو من تو بلندترم امر میدیم. تو همینجا ایستاده با بچه ها رهبری رو به عهده میگیرید. چی کپاس کیست تو؟ اگر شما با خودکشی و مقصد ناپاک خود رسی نکنید ما در روی صداقت شهدی شهادت خواهیم یا
کوش وظیفه‌ات رو بچه بیار. اما من تیارم. همه‌تون حرکت کنید. بار دیگر هجوم نکنید. بنا را خالی کنید. نشان کسانی که به ما هجوم کردند. زودتر بچه‌ها. باشم احمقان. همه بر پیش. خیلیت که آمدند. روی از چی ملکا؟ فرزندهایمون رو میبینم. میخندن. با من سخن میگویند. رویو نه. انشالله همش خوب می شود. نجات میابی و تو به فرزندانمون پدر میشوی. از چنین پدری قهرمان آنها افتخار خواهند کرد. تو چی؟ شاد میشوم که چنین مادری مهربان دارم. حسن خوبم. زفر را پروندن. در میانی آتش افتادید. پرانید. آتش. در کجایی تو ها؟ اقرب دو. اقرب تو در الاتها. اقرب دو. از جایی به ما نامعلوم تیراندازی هست. از جای ما جنبیده نمیتوانیم. اقرب دو. میدونم. من هم او رو میکنم ولی مکنش رو یافته نتوانستم. مسکنم رو عوض میکنم. خوب. به پیش کارلوس. به پیش. کجایی تو ها؟ کجایی تو؟ نپرونید. التجا میکنم نکنید. جو نکن. ملکا بنامو نوما. ملکا خوبی. من با طرف بینو حرکت میکنم. دیوانگی نکن جمیل. در بین پران کجا میروی؟ در بینو شاید برادرانمون باشن. جمیل صبر کن. اول همین تیرانداز را یک طرفه کنیم. بار انتظار شدم.
صبر کردم دوستم شهید شد اگر باز همین کم شود دیوانه میشوم جمیل با دقت باش. خوب شده است اینجا رو محافظت کنید. جمیل برادران راه به خطر شد. و خاک یکسان کن آنها را. خاک نیاکا با بود یکسان میکنم اینها را شما با دیدن فرزندانم مانع شدید ما چه گناه داریم؟ ما چی کار کرده ایم؟ بیرو از آدمان خودت انتقام گیر. ما در فاتحه ایم. التجا میکنم، تولع میکنم، ما را نکش. انا اکنون من شما را جدا میکنم توقت کنید تشکر. بیا شیری جایان بیا قهرمان بیا اخیاری ما اومدیم اکا سلاحتان را پایان کنید بچه ها کارتون را شوید بیا چه شد ارزیت همین قدر است زیدی کار یک بچه ها از میدانی جنگی تن با تن گریختن شیوهی مانع است بچه ها کارتون را شوید من هم تو را من دوست میدارم برادر جنگی تن با تن اکیوری لازم نیست. این نامرد نمیارزم. کارتون را شوید بچه ها چنان ادب میدیم که در خانه تمام عمر به یاد خواهد آورد ما را بدان افتاندنی بودند جزای آنها را دادن لازم طاقت کردن میتوانم نبازه خودت رو من دست گیر. میجنگم اکیاری فقط خودش میجنگد در این مقابل میدوخند فقط خودش من هم میجنگم فقط خودت تن به تن میجنگی نبازه ایستی خدر کودک نشد. بیا اردون بگیر آرا هم تویی یک تویی رسالتان نابود میسازم کار این خواهینان به آخر رسید اکنون نوبتی تو من وقتی هیاهویی تو را ندارم. صدق اکیوری صدق میکنم بس چی کار میکنید؟ عارف چه گفت است بس کنید. نزدن جنگ دیگر را بس کنید. خوش میکنم. آرام شوید آرام مانه
رفتیم زودتر. عارف راه گردید. راه گرد. زخم دار شدی؟ شرم نمیداری شاید. رفتیم زود باش. خوب هستی عارف؟ جمله هیچ چیز نشده است. کمی پای کرده گذر. شکر خدا بد نیست. بخیر است رفتیم. انا دیدی خدا ما رو ناامید نکرد. در پناهش نگاه داشت. یک کویه برای نام کردن فرزندانمون آماده شد. بعد از تعیینات مخصوص اینجا برای شما اونقدر سیر حرکت نمینماید. بله میدانم. اما راحت میکنم. برای به اینجا کار در آمدن بعضی ها آمدن جان فدا کنند. راستش را گویم از مجبوری آمدم. چون این کارها چه دروغ گویم مرا زیغ میکنند. جایتان اینجا. بعضی ها در کار مشکلی میکشند. با آنها مدد میکنید. در یک مدت کوتاه عادت میکنید. با این تلفن با چایخانه چی پیوست شده میتوانید. سلامت باشید. چی گویم؟ بخیر باشد. خوش آمدید. شخصا من بسیار شادم که اینجا آمدید. سلامت باشید. آباد باشید سردار. آی عزیزم گفتم که چای من رو در ظرف بیار. بزار کردی با ظرف و مرفت. تا حال از استاکان نوشیدن را یاد نگرفتی؟ من از عسکری عادت کردم. دیگر نمیتوانم. خدایا گیر میاش چی خدره که میتوانی؟ ماشاءالله گویا شرشره باشد. میریزد و میریزد. باز همون کارش. یک نوعی کلان را اصل مالیدی. پلیس نه منفذ میشدی باید. بولتجا رجب جان حجری ما هست کو و یک خاله دارد کو انا اول یک دخترک دارد. شده باز چند کس رو رنبر میکنی؟ انا او توی دارد. امروز برای هده یک بازوبند خریده بیار. آخری ما شد چخیل بازوبند. در زمستان توی میشده است. تابستان توی کند. با من بگوی با کی داد زدی؟ تمام جانکم حل میکنیم مایلش. انا این گفی دیگر. کی باشد؟ سومن خوش آمده. خوش باش عارف. خوب هستی عارف؟ شکر بد نیم. مخصوص برای تو تیار کرده آوردم. همین تراره. مرحمت به خونه دارم. بفرم. خدا را شکر. زنگ میزنم جواب نمیدی. کجا بودی؟ آقا به من هر دم زنگ نزنید. دقت جلب میکنم. همین قدر مالکی به شوبه آید. جواب ندادی خواطر شدم آخر. با عارف کشتل به کشتل شدم. پیامونه همینش نمیرسید. اما میدانم که عیبی توست. آخر مرا قاتل نام میگیرد. آخر از پایش کنده نیستی. من قاتل نیستم. شاهین
راستش رو گوی یگان نامعقولی نکردی آخر باز قهر دیوانه ضرر دیوانه نشود عقلت را کار فرما حالا روزی می شود که عارف را بیگناه می‌برارید. بیا مان خریت پای کرده گذشته است. باز من تو رو در اون حالت دیده. گمان کرده که مردم. نه این طور نگوی عارف، از دهانت شمال برد. ترسیدی که میمیرم. کی میداند؟ شاید من پیش از تو بمیرم. سومن خدا نشانه دهد این طور فکر نکن. شخصا برای تو خوراک پختم با کارتوشکا و پنیر. تو باید بخوری. حاضر میارم. میلش شاهین جان از پنهانی کار کردن آدم برین با عارف روبرو نشسته صحبت کنی نمی شود تا آدمی که با من همچون قاتل معامله میکند هرگز. چی در کار اینقدر نفرت چه که او حیاتی مرا محو کرد من هم حیاتی او را همان گونه محو میکنم. گوش کن شاهین من تو را دوست میدارم اما به خدا خودم رفته همه‌اش را میفهمانم این طور نمی شود آخر نه این کار را نکنید تقا. در عکس حال با من سر و کار میگیرید. از برای خدا چرا با یک دیگر در افتادید؟ ای به شاهین خدا را شکر گوید که ما را جدا کردن. این تضاد را بینید ولی هنگامی عملیات با هم بودید. تقاضای کاری ما همین است. عملیات که تمام شد من باز به حالت قبلی برمیگردم. من از این جنگ و جدال هایتان مانده شدم. کی به حضور و آرامی میرسیم؟ به نزدیکی اما اول باید با شاهین حساب کتاب کنیم. از تو چی میخواسته باشد؟ نمیدانم خودم حیرانم و نمیفهمم به فکری تو چرا با من چنین رفتار میکند؟ هنگامی که در شعبه استخبارات کار میکردیم از خصومت های انسانی فقط یک چیز را تلقی میکرد. چرا؟ انتقام. شاهین را درست نمیشناسم. چرا از من انتقام میگیره؟ عجیبش همین نشناختنت. شاید در عملیات هایی که در غرب انجام دادی یا اینکه در همین جا با همان آدم ها یگان ارتباط داشت. نمیدونم. راست میگویی سومن. با گروه آمد او را با آغوش گرفتیم قبول کردیم اما من او را درست و دقیق نمیشناسم. تو به من یاری میدی؟ در کدام خصوص؟ در شناخت شخصیت شاهین و کی بودنی او باید همه طرف او را شناسیم و دانیم و من یاری ده سومن. خب اما تو باید خوراک را تا آخر خوری و تو معقول نشد. انصاف کن چند ساعت برای تو مهنت کردم. چه ها میگویی سومن؟ بهترین چند مدت شد که من چنین خوراکی با لذت خانگی نخوردم. تمام نکردی کو؟ تو خودت خوب میدانی که بسیار با لذت است. اینطوری هم میرفتن کارمون رو سر میکردیم. افسوس شد چی کار میکنن من نفهمیدم. برادر دیگر خلش نیست همه شمید باور کن. بولتا جان باید قرار بیا اکنون. آخر برای ینگه نمیگیری که تو ها؟ با سپارشی ینگه اینجا آمدم برادر. این طور باشه تو مردی. اگر در انتخاب اشتباه کنی با او معقول نشود. تو مردی. بس گاهی من اکنون قدر دستتان درد رو نبیند اینقدر خوب می نماید. در بالا همسایه‌ای داریم که کسی ندارد. گفتم با او ببرم. همین دفعه بسیار آدمی عجیب است پلیس ما را از دزدان خلاص کرد. کو سلیم برکت بر. بله با شما روزی خوش. سلامت باشید. برادر بهترینش همین است. همین رو گیر. التجا میکنم. نه من از اوده این کار نبر آمدم. با که عارف زنگ میزنم او میابد. چرا او رو بزوبیته میکنی؟ من استراحت کند. دیروز روزی وزنی بود برایش. خدایا در حقیقت زنگ زد. الو اکه عارف با تو احتیاج دارم اکه. کارلس نمیاید میگوید ما میایی. خیر تشکر میآید.
هواپیما را گرفتم میگویم باید بعد 2 روز به خارجه روم میفهمید خانم در 2 روز آماده نمی شود حجت ها را به انقره روان میکنیم این کار 1 هفته دوام میکند این چی کار است از روی تو بر این ماموران ناعتبرا تعطیل فرانسه برباد میرود اکنون من نوره را دیده نمیتوانم اگر اول شناسنامه‌تان را گرفته بعد نقشه تعطیل میکردید اینطور نمیشد باز به من کار میآموزی ها بسیار میدانی گویا بسیار به خارج سفر کرده باشی درست شما برای فرانسه و ایتالیا را دور نزدیم ما اما در افغانستان بودم در سومالی بودم در عراق هم نه برای تجارت برای تمثیل کردن وطن عزیزم آنجا بودم باز نامبر کنم شما کیستید که دادای مرا میرنجانیده؟ این چی گپ است؟ اینها اویلوی اینجا را ضبط کردند دادای من کارگری واحدی مخصوص برای همه ما جانشان را دریغ نمیدارند خیر میبخشی توبه کردن دادا جونکم دخترم نازیه جانم دویده رفت ساله رسیده نتوانستم مونده نباشه بخیر است ساله تشکر سعادت چطوری که میبینی در آخر گپی تو شد باشه دادا جون من اینجا را نزدیدم اینجا راحت است نمیدانم ولی من عادت نکردم تا حال شما با وعدهتان وفا کردید از این پس در همینجا کار میکنید اکنون مادرم باید به وعدهشون وفا کنند چی بود وعده من؟ فراموش کردید به خانه برگشتن آخیر جنجال شما برای همین بود کو اگر شما رو باز در خانه بینم به همه کار راضیم شناسنامه هم میکنیم این هم وظیفه است باور کنید دادا جانم دیگر من دادا امشب به خانه نمیاد گفتم نمیترسم دیگر نمیگویم که آیا دادم را باری دیگر میدیده باشم در نزد دکان ایستادند دیوانه میشوم آنها نمیروند کم میدانم انتظار میشویم چند روز شد من نقشه کشیدم بولتا یخ کردیم اخیر 1 تاش رو انتخاب میکردی جانم خلاص بود اکا یاریفه می آید دیدی گفتی نمی آید اکا نجات دهید ما رو دیوانه کردین السلام علیکم بابا کارلوس چه حال داره خوش آمده دکر تشکر بیا کمی انتظار شویم بولتا تو چگونه آدمه از برای تو شده من از خانه گرم برآمدم با غیر از تو هیچ کس این کارو کرده نمیتونه گفتم که بیا من انتخاب کنم نه اکای عارفم میگویم کجا میفهمی تا حال مجرد گشته ای باز من در نظرت پاچه ای ما شد اکای عارف حال رو بی از خونه که مردیم مانند پنده شدیم که مادرش رو گم کرده است شد مایلش حل میکنیم البته حل رفتیم همه شکل یک بار در آمدند کمی انتظار شویم بیسوی باشند نمیشود رفتیم دیگر جا رو غارت میکنیم نه نمیشود چند روز شما از پای همین جا رو غارت میکنیم فهمیدی؟ بسیار خوب همین میشود هم زیبا هم هنگام فروختن نرخش پس نمیشود همین طور نه استاد بله درست هرچی گویی که همان میشود استاد خوب پیشان آه خدا را شکر خیریت که آمدید برادر وگرنه تا اینها انتخاب میکردن که داماد و عروس کایه ها فرزنددار میشدن بچه ها در اون طرف بیل سپید میفروشند یک رفته بینم مایلش یک جای رفته میبینیم برای تکمیل دادن عملیات ها میگیری نه هدیه برای یک در این خصوص من کارشناسم از کجا؟ تو از ولی سپیدرانی چی میفهمی؟ ای گنجیش وقتی تو بچور بازی میکردی من با ویلسپید به مکتب میرفتم باز آرزو میکردم پلیس ویلسپید ها کشم خب این طور باشد رفتیم اگر شما نقص پیچونید ما حاضر گشته میآییم
از اینجا پولش رو گیرید. اول نرخش رو پرسو خیر. چه پرسا؟ دوستا شناشنیم خودش حل میکنه. بله درست میگوی حل میکنم. رفته. آنها بر اومدند. آنها در همینجا. رفتیم. مهلش. انتبه تریاتلون تایم تریل برای مسابقه فری راید داون هیل کراس کانتری کدامش لازم؟ حدیه برای کودک. برای کودک گفته ابو بخش باید ترمز خوب باشد یک امارتیزاتور باشد بس آهن باید سبوک باشد. اکا بولتش آلیشون داد. در خدو فری من در حیرت قایل. پس رجب بای با فکر تو همین نو رو گیری. به فکر من اکا اگر بولت همین گفته باشد همین. خب انتها باشد میگیری. زود باش. باز یگانه معقولی نکنی که من رحم ندارم. دست پاید نجوبم. مقصد این خوشحال کردن کودک است. درست عیناً همین خیلی. بولتا تو در اینجا چیکار میکنی؟ من عاشق این شدم. فاطمه اجازت میداد میخریدم. خدایا توبه. گوش کن. بعد به عملیات با ولسربیل بیا خب؟ رجب این خدر آدمی عجایبی تو. زود باش. این هدیه را هم گیر. مهلش. خیر ما رفتیم. پلیس دوست رو دارید ما رو غارت کردن آنکه هدیه شما با 155 زنگ زنید زودتر با 155 زود باشه. شون میگم هدیه مرا گرفتن. رجب تمام دیگر رو مورد نمیشنود. اوتا الله باید پیساده. سومان جون گفته هایت رو خوب فکر کردم. اپای ساده درست میگویی. برای فرزند پدر مهم است. میدانی چی؟ برای من مهم است که نازیه خوشبخت باشم. البته اپا فرزند مهم است. میدونم. برای همین هم به خانه برمیگردم. اپای ساده تصور نمیکنید چقدر خرسند شدم. بهترین کارو کردی. تشکر جونکم. اما میدونی که مادرم به این کار زید است. من خانه میروم. اما میخواهم که نفر فکرم باشد. گفتنی هم که مرا دستگیری میکنی. البته اپا جان من حتما میایم. تو را زحمت میدیم. اگر تو در نزدم باشی مادرم اونقدر مرا عذاب نمیدهد. خواجر نشدید. مادر یه نفری از واحدی مخصوص همیشه خوب است. خوب جونکم. مادر جون تشکر به شما. ایشت به ناموسا ایشت کفا نگاه نکن. اطلاع باش میافتی رجب باش اطلاع باش نگو ریشت رجب ایشت از پشت همون میرم. اکای زفر ما را در سر راه انتظار است. رجب ای دیوانه ها. اکای زفر. ریشت اکای زفر یک دیوانه از پشت همون شد. احمد مردید پاداش این خدر دواندگیتان را میدید. از کجا یافتید این دیوانه را؟ نمیدونم از خفایمان اومد. توفه مرا ده. آوازیر آنها توفایی تو رجب بولتا. ایستد وای اینها گروه بودن که. چیزهای دوزیدهتان را برگردانیم اینجا پرتایید همه اتون را میپرم. بیا. خدایا تا خدایا این چی است؟ با تپانچه بیتیر شما دکمه غارت کردید؟ آن از کجا دانم؟
شد اجراچی بچه ها در درونه با جایش گذار برادر کجا میبری؟ اکا قرضدار بوده وظیفه همون همین مانع نشد خدایا بچه ها در درون رفته معلومات گیرید من امضا کردم اما هیچ چیز را نفهمیدم. خرج پسرتان اساس زیاد شده است. دیگر چاره نیست. چیزی چارهتان به فروش برآورده می شود. چی گپ است اینجا؟ شما کیستید؟ جناب جعفر؟ بله. با ما فرمون شد که برای قرضهایتان این کار را حتما اجرا کنیم. نخود در زمستان خانه آدم را این طور کنید حتی جارب رو هم گرفته اید. اینش را نمیدانم. من فرمان را اجرا میکنم. ای بیامان همین کار رو بارد را. برادر وزنی شوید. خدایا برای مادرم شوربا پختنی بودم. بازار رفته بودم. شما در نیم ساعت همه را جمع کردی. ای انصاف. برادر برای خودمان نمیکنیم که قرض را نسپرده اید. آخر مادرم بیمار. باید جراحی شود. برای مصرفی بیمارخانه من قرض گرفتم. باز هم پول لازم. خدا مددگارتان باشه. اما از دست ما هیچ چیز نمی آید. های شد آرام شوید. اکنون بسیار از حد نگذرانید. این چیست؟ من برای این وطن 13 ماه جانم را در خطر گذاشتم. در کجا پای من این خیل شد به فکرت؟ یک مدال شرف دارم. اگر این را هم از من بگیرید مردن من بهتر. شد مرده و اینش دست نرسید. خوب کار ما به انجام رسید. رفتیم. خدا یار و مددگارتان برادر. اینا همه حشراتی ضرر رسانند. لکی خلطه رو پر کردند شادکلان ایسا در جایت پلیس تمام روز با شما مشغول شویم. اگر جمع شوید زودتر خزر گذر این طرف گذر. بالتا آخر میکشی رو بس است. بالتا ینگا اومد ینگا. فقط مرا همی خیلی میترسانی. خیر شد تمام. کارلوس خبر دی آمده اینها رو برند از اینجا. حالا باز من از تکی سالی رفتم باشم. مادر جان گریه نکنید. قربانتون شوم مادر جان. چیزی که داشتم همه رو کشیده گرفتم. اکنون چیکار میکنیم؟ میدر رو میفروشم مادر. نه هرگز فروختن نمیمونم. آخر این نتیجه خدمت های تو. نخود این رو فروشی. مرا فکر نکنید مادر. من شما را به خانه احمد میبرم. اینجا زندگی کرده نمی شود. من مبلغی بیمارخانه را حل میکنم مادر. پسرم از پی من نشم. مرا به خانه پیران سالم بر. دیگر باری گرانت نشم. چه خیل بار مادر؟ اگر زمین را از تک پایم گیرند هم من شما را همیشه تاج سر میکنم مادر جان. پسر جانی مادر. پسرم
تو آدمی بودی که در شعبه شناسنامگی حجت جمع کنی. این علاقه خسته شده است. گویا تمام کوههای روی زمین بالای سر کتفایش باشند. باری دوش پهلوانان وزنی می شود. خداوند به دوش کس باری را نمی گذارد که او برداشته نتواند. حالا وظیفه ما محزونی خود را عیان نکرده او را دستگیری کردن است. رفتیم. السلام علیکم. السلام علیکم. تشکر سومن جون. تو آمدی دلم فرح گرفت. همیشه آمادم. شما با آقای صالح به خانه برگردید. باز همش خوب میشه. مادر جون بستر شد. شما آرام باشید. من حل میکنم. دخترم به کجا میروی؟ گفتی دیگر به خانه او بر نمیگردم؟ آن خانه در عین زمان خانه اپی سعادت هم هست. خانه نازیه هم. ای خودت کی؟ چی کار داری؟ خانم گلرو، آقای صالح با شما شاید از آن که شما خوشدامنش هستید ملایم سخن گوید، اما من دیگرم فهمیدید. به این نگر یک مایده کو با من گپ زدنش دادی. بیبی جون التماس بیاین ما رویم. من به خانه ما رفتن میخواهم. با دادم بودن میخواهم. تو به هیچ کجا نمیروی. با من نمیروی. به هیچ کجا نمیروی. یا بیا. هیچ وقت نمیگذارم که کسی دختری را از پدرش جدا سازد، خصوصا دختری آقای صالح را. باور نکنید، کوشش کرده بینید که به سرتان چی میآید. برای این رفتارتان جواب میدهید. باورم نمیآید تو اولین شخصی که پیش راه او را گرفتی. برای دخترتان شما نیز باید چنین جسارت را داشته باشید. بوی فرزند، بوی بهشت. برای این همه کار ارزنده است. رفتیم. اگر مادرم را جراحی نکنند میمیرد. میگویند برادر اگر معده را هم فروشند نمیرسد آخر. در خانه بغیر از یک کت دیگر چیزی نمانده است. آقا جون مادر را در خانه ما جای کردیم. یک جای زندگی میکنیم. تو بکی گویا به تو آسان باشد برادر. قرضهای در چه حالتند؟ آهسته میدیم گفتم اما نشد. اقلا نیستش را داده نتوانستم. آماده باش به نزدیک خانه تو را میبردارند. ما برای وطن دین و ایمان ناموسمان در کوه ها سرسان بودیم برادر. مکافاتش همین است مگر. آقا ما برای مکافات نکردیم کو. البته آخر نخواد در زمستان خانه آدم را گرفته مادرش را به بیرون گذارند. من برای آن که همه در امن و امانی زندگی کند جان خود را دریغ نداشتم. خیر میلش بلا با پسش من طاقت میکنم. مادرم چی؟ من هم نتوانستم به معشوقم برسم. در عسکری از کسی خود خورده. هیچ چیز نماند. خانه دارشوی آرزوی نهانی شد. آخر او را به کسی دیگر دادن میخواهند. آیا من سرداری شما نبودم؟ اکنون لباس نظامی در تنم نیست گفته گفتم را رد میکنید. نه سردارم. هرگز آقا. خوب میلش این کار را میکنیم. دیگر راه نیست. برای خودمان نه، برای آنهایی که دوستشان میکنیم. تشکر. شاهد که دست برداشت آقای عارف دیگر سر کردند. خدای توبه نخود شما بین خود جنجال کردید. آخر آقای صالح خود را داشته نتوانست. عارف بعد از وفات سلیم آیا تو را قاتل نگفته بودند؟ بله آقا همینطور. هر روز روی این کار شبهه زیاد میشد، اما گروه به تو باور کرد. حقیقت هم روی آب برآمد. اما آقا جان حاضر وضعیت دیگرگونه است.
بعضی چیز رو دیده بعضی چیز رو نی بعضی رو میدونی دیگری رو نی مقصد این که در وقتی پرسجویی بین خود خصومت نکنید همین خیلی کردید که اکنون خودم از خودم شبه میکنم اگر نفس کارهای انجام داده‌مان را به ما حق نشان دهد معنای آن را دارد که انسان بازیچه دست نفس گشته است دیگر درهای گناه با تمام گشوده می شوند بهتر است این کارها را نزدیک تفتیش کن به چشم سردارم سلام علیکم و علیکم السلام ما به شکاری مخصوص می رویم برای ما لوازمات لازم چه کار کردن میخواهید؟ خوب تیر لازم سلاح هم در کار؟ البته ببخش برادر زود باشید بچه ها لوازمات را در این جزدان گذارید اکا جان سلامت باشه با اجازت شما اجازت به شما عارف گفته هایم را نقد به خاطر گیر البته اکا البته در جسارتت گپ ندارم اما فراموش نکن دادرم که بعضی وقت سخن هم مانند تیر تاثیر میکند سخن هم جان گرفته میتواند هم جان داده خوب اکا فهمیدم در عملیات ها این سخن ها را در خاطر دار همه کار را با سلاح حل کرده نمی شود من هر روز جوانی شما را تازه می کنم روزی می شود که بر بگردید نصیب بالته جان مایلش شد بچه ها روید اکنون احساساتی مرا بیدار نکنید کنی مرش تا بازدید سردارم تا بازدید اکا جان اول فعالیت همین کورت صغیر رو قطع کردن لازم من اول میدرایم شما از پسی من در نزد محافظ استید تا مجبور نشویم به جان کسی ضرر نمیرسونیم فراموش نکنید در کوه پشت نیستیم فهمیدم خوش آمدید رقم دارید؟ لازم نیست کاری من صبور اگر رقم میگرفتید خوب میشد من فعالیت این کار رو قطع میکنم چرا قطع کردن میخواهید؟ از شهر بیزار شدم به دهات میروم در آن جایین به درد کسی نمیخورد لازم نمیشود خوب فکر کنید در این زمان بیکار مشکل است به فکرم گفتم به دهات میروم آنجا کار به من لازم نیست فهمو عصبی نشوید چخلی که خواهید جناب لبای ممکن درون جزدانتان رو بینم البته جناب جعفر کار شما قطع شده است حتی به سود پیشنهاد شده است کنی به زمین زود به زمین خواب روه من برای همین آمدم بهت گفتم ایسته کار رو قطع میکنم اما پول لازم به من زحمت میشود اما با که شما باز به من قرض داده میتوانسته باشد ایستا بخش نمیکنیم تمام مایلش فهمو به خفا گذار به خفا آن درم گذاره سلطان درحال زودتر گذاره درها را بنده خوب شده سکا اون موقتا کار نمیکنه بچه ها 3 جوان بودند با 3 نفر بوده است گفتن نادیده نگیرید معلوم که دیوانند خوب مسلح شدند
ظریف به شما معلومات تکنیکی میدهد. عارف سرداری گروه در اختیاری تو. اطاعت سردارم. بچه ها به شما برار میخواهم. بنابر نواربرداری بانک 3 نفرند. گروگانان زیادند. نمیدانم چرا لیکن آنقدر زیاد نیست. 5-6 کارگر و 2 نفر محافظ. درون بانک را دیده میتوانه؟ نه، غارتگران در آمده. نواربردارها را خاموش کردند. من رفته چاره حل کردنش را می‌یابم. دودبرارها را زیادتر شده است. عارف، راهبری عملیات بوده‌ای؟ چی فرق دارد؟ همراه رفته حل میکنیم. رفتیم بچه ها. هیچ سورپریز باشد. سخت مرا ظاهر کردم. با چشمانتان باور نمیکنه دکای ساله؟ نه، کنی آن سورپریز. فرقم زود باش. باید زود حل کنیم جعفر. محکم کردن بانک دیقت جلب میکند. شد گذر گفتم گذر. بالون زند پلیس ها آمدن. ظریف و درون بنا یگان کامera در آوردن دفت و ما نوار بود. بایدش. شاهین بیرون را تو زیر نظارت کن. آدم ها را جا با جا کن. بایدش. کارلس دری اساسی را تو زیر نظارت میگیری فهمو؟ بشش مکن. بالتر تو اینجا است. برای پراندن آماده باش. خوب بکن. رفتیم خدا آمده دارم آمد. یک طرفیست برادر. مخصوص آمد چیکار میکنیم؟ کاری که آغاز کردیم باید انجام رسانیم احمد. آخر چیکار کنیم؟ ما یک جای با آنها زیر دشمن جنگ کرده بودیم. اکنون به طرف آنها تیر میاندازیم. خواستم اون را اگر گیریم جانی کسی ضرر نمیبیند. شما را احاطه کرده ایم. میخواهم به کسی ضرر نرسانده این کار را انجام دهیم. واحدی مخصوص؟ بله. رتبت؟ کمیسر. نامت؟ ببخش تو را نمیشناسم. نامم را گفته نمیتوانم. برای قطع کردن فعالیت کارتم اینجا آمدم. برای یک کارت را قطع کردن همه مردم را با پا خیز. من دیگر راخی علاج نداشتم. قرضی بسیار داشتم. مادرم بیمار. پول لازم. باید جراحی کرده شود. برای قرض خانه‌مان آمده همه چیز چاره روزگار را گرفته بردن. چی فقط ما پاداش میدهیم ها؟ آرام شو برادر، آرام شو. همه‌اش را به خوبی حل میکنیم. عارف آنها خوب مسلح شدند. ببین لباسهای مخصوص پوشیدند. مهارت سلاحداری هم دارند. آنها را ببین. هم گپ زنی‌هاشان، پرسیدنی رتبه. ظریف. آنها دزدان عادی نیستند. خوبی باشد. اول سنایپر چی تیراندازت را گیر.
تیراندازی فنچیت رو هم دیدن نمیخواهم. معلوم که آگاهی خوب داری. بگو حربی هستی یا از امنیت؟ برقرچی اگر سخت مروح کرده باشی خدا دینش رو یاب. سال تولدش 1988 داغ سودی ندارد. ببین ظریف در شیرنک خدمت کرده است. افتخارنامه و مدال هم دارد. دیگران با او بودند. حالا همشان از آن خودی گوی؟ من حیرانم چرا وی با آن غارت میکرده باشد. ندانم با درون میداری. اما فراموش نکن دادرم که بعضی وقت سخن هم مانند تیر تاثیر میکند. سخن هم جان گرفته میتواند هم جان داده. اکای صالح حتما با این آدم مذاکره میکرد. ما هم باید اول با او گپ زنان کنیم. درست. چه سورپریز باشد. سخت مروح ظاهر کرد. چشمانتان باور نمیکنید اکای صالح. اقرب یک علاقه سنایپر از جایش براید. گروهی تقویت هم موقعش را ترک کند. تو امر دیگر در علاقه باشید. چیکار کردن میخوای عارف؟ چه نیت داری؟ رفته با این برادر روبرو صحبت می‌کند. از قهرمانیت بیزار شدن. این بانک را غارت میکند. بیا درآمد کار را حل کن. حالی گروگانان چه میشود؟ این آدم سابق حربی مدالدار است. چرا بی گفت و شنید سویش تیر کشاید؟ چی مسلح شده بانک را غارت کند ها؟ اگر او را راضی نکنم میتوانی هر دویم آن را پرانی. این دیوانه چیکار میکند؟ باز همون آدمی با تلفن گپ زدگی نباشد. من با گفت و شنید آمدم جناب جعفر. اینجا بیا. زود باش. اینها تعییناتی مخصوصا جعفر. شاید نام آماده کردن. اگر نام باشد جوابشان را میدهیم. ما آنها را میشناسیم اما آنها ما را نمیشناسند. کلیان سورپریز. دخترم. دادا جان. جانی دادش. دختر جانم. به خانه برگشتم صالح. نازیه به تو احتیاج دارد. آفرین دخترم. همینقدر با خانم مذاکره کردم اما او را راضی کننده نتوانستم. تو چطور توانستی کنی گپ زن؟ من حسی مادری اپی سعادت رو بیدار کردم. سلامت باش سومن جون. سلامت باش. هیچ گپ نیم. تشکر سومن جون. تشکر که مرا دوباره به اویله برگردوندی. جعفر گوشا در را. او گفت
تو شدید این کار رو حل میکنیم. آرام باشید، خواطر نشوید، همش خوب می شود. گروه یکم آماده باشید، هجوم میکنیم. شاهین تو چی کار میکنی؟